السلام علیکم بینندگان گرامی. به درس امروزی ما خیلی که ما با شما قید نموده گذاشته در درس‌های گذشته همراه شمایان یک کورس مخصوصی متماتیک را ادامه می‌دهیم و همین را موضوع و موضوع پیگیری نموده می‌رویم. نصیب باشد. امروز ما دهم درسی گذشته را دیده می‌بریم. انیق‌ترش موضوع گذشته ما که تبدیلی‌های افاده‌های الگبروی بود، نسبت به همون موضوع بعضی مثال‌ها رو دیده حل آنها رو به شما نشان میدیم، پیشکش میکنیم. امروز درسی ما خیلی درسی شوق‌آور است، بنابراین تا آخر ویدیو با ما باشید. ما نیت داریم امروز همراه شما 3 مثال خیلی زیبا رو دیده براییم که همه اینها رو از ما بچه‌هایی که در المپیادها اشتراک کرده بودند یا میکنند، در همه سال در المپیادها اشتراک میکنند، تقاضا نموده بودند حل آنها رو و امروز ما خواستیم که به همه حل آنها رو نشان دهیم. اینک تا آخر ویدیو با ما باشید. رفتیم. بینندگان گرامی، مثال اولی که همراه شما میخواهیم دیده براییم در تخته نوشته شده است، به آن اهمیت دهید. مثال در نوبت اول خیلی دشوار نمودنش ممکن است، اما شما اصلا نترسید و پروا هم نکنید. خیلی آسان است مثال. اگر اهمیت دهید، اگر آن را فقط با استفاده یک فرموله از فرموله‌های ضربی مختصر حل نمودن ممکن است. این هم باشد فرموله فرق کوب‌ها. من باوری دارم که هر یک شما اون فرموله هایی که درس گذشته من نوشته داده بودم آنها رو از بر نموده اید و حالا میدونید. اینک فرموله فرق کوبه ها چگونه بود؟ یک بار دیگر به شما خاطر رسان می‌نمایم. فرموله فرق کوبه ها ا کوب طرح ب کوب است و این فرموله رو، یعنی فرق رو اگر ما به نمود ضرب کننده ها نویسیم چنین شکل میگیرد: ا طرح ب ا کوادرات طرح جمعی ا ب جمعی ب کوادرات. اینک این فرموله را به خاطرتان آوردم. اکنون برای حل این مثال هر یک همین ضرب کننده ها رو، هر یک این اعضاها رو به نمودی به شکل دیگر می نویسم. با اهمیت به تخته صنف بنگرید. ضرب کننده اول رو من به چنین شکل می نویسم و در پیش آنها دو ترک یک را نیز می نویسم. دو ترک یک باز یک را می دهد و یک را به همه گونه عدد ضرب زنیم باز یک حاصل می شود. یک بار دیگه این خاصیت را به شما یادآوری میکنم: یک ضربی همه گونه عددی ا باز به خودی همون عددی ا برابر است. اینک دو طرح یک که یک را میدهد به اولی این مثال نوشتم. قوس دوم را با عوض کردن جای جمع شونده های اولین و آخرین می نویسم. دو کوادرات جمعی دو ضرب یک جمعی یک کوادرات. حالا شما پیخست نمودیده این چی را داد به نگاه کنید. در جای ا عددی 2 ایستاده است و در جای ب عددی چند ایستاده است؟ رقمی 1 ایستاده است. قوس دوم را نیز می‌نویسم. 2 نشان دهنده‌اش 3 در کوادرات که این باز 2 نشان دهنده‌اش 6 می‌شود. از روی کدام فرموله، از روی کدام خاصیت، یک بار دیگه به شما یادآور می‌شوم، خاطر رسان می‌کنم. از روی فرموله ا نشان دهنده‌اش n باز در یک نشان دهنده m. این به چی برابر بود؟ ا نشان دهنده‌اش n ضرب m. اینک دو نشان دهنده‌اش را به این طریق به جای اول نویسم و عدد دوم را باقی می‌گذارم. 2 کوب ضرب یک را اضافه میکنم از خودم موافق من این فرموله و پلوس 1 در کوادرات. بچه‌ها این عددی یک عددی خیلی خوشبخت است. آن رو به کدام نشان دهنده n برداری باز به خودش برابر می‌شود.
بنابراین به جای یک من میتوانم یک کوادرات، یک کوب، یک نشان دهنده‌اش این چنده که خواهم نویسم. دوام میدهیم. آمدیم به این قوس زیرین. آن رو نیز به شکل دیگر می‌نویسم. 2 درجهش 9 در کوادرات. در اساس من این خاصیت 9 ضرب 2 باز چه می‌دهد؟ 18 را می‌دهد. پلوس 2 درجهش 9 ضرب 1 پلوس 1 کوادرات. آمدیم به قوس دیگر. قوس دیگر را نیز عیناً همین طریق می‌نویسم. 2 درجهش خوش 27 در کوادرات جمع 2 درجهش 27 ضرب 1 جمع 1 کوادرات. باقی ماند قوس آخرین. آن رو نیز در اینجا می‌نویسم. علامت ضرب دوام می‌دهم. بر طریق 2 درجهش 81 در کوادرات 81 ضرب 2 با 162 رو می‌دهد. جمع 2 درجهش 81 ضرب 1 جمع 1 کوادرات. اینک بینندگان عزیز، الان این فرمول ضربی مختصر را تطبیق کردنش را سر می‌کنیم. سر کنید. نگاه کنید. a minus b a کوادرات جمع a ضرب b جمع b کوادرات. a minus b a کوادرات جمع a ضرب b جمع b کوادرات. فقط به جای a 2 ایستاده است، به جای b 1 ایستاده است. همه این به چی برابر بود؟ a کوب ترکیب b کوب. یعنی 2 کوب ترکیب 1 کوب. یعنی که 2 کوب ترکیب خودی 1. یک کوبش باز به چه برابر است؟ به 1 برابر است. همه این قوس به 2 کوب ترکیب 1 برابر شد. 2 کوب ترکیب 1 باز این قوس کتی هم جای ضرب شده ایستاده با یک بار دیگر همین فرموله ضربی مختصر را می‌دهد و در نوبت خود برابر می‌شود با دوام مثال رو ما می‌توانیم خودتان بنویسید. در دوامش همش رو باقیشون بنویسیم. بعد 2 کوب ترکیب 1 با من این ضرب کننده ضرب شده ایستاده ifade 2 درجهش 9 باز a کوب مینوس b کوب 2 درجهش 9 ترکیب 1 رو می‌دهد. ترکیب 1 رو می‌دهد. من این همش باز دوامش عیناً یک بار دیگر تطبیق می‌کنیم. دوامش من نمی‌نویسم. برابر می‌شود به چند؟ 2 درجهش 9 رو به کوب برداریم. 9 و 3 ضرب شده 2 درجهش 27 ترکیب 1 رو می‌دهد. و این چیز با من قوس هم جای شده ایستاده همش 2 درجهش دوام از این دوامش رو می‌نویسیم. من نمی‌نویسم به تخته صفر. 2 درجهش 81 ترکیب 1 رو می‌دهد. 2 درجهش 81 ترکیب 1 با من این قسمی باقی مانده این مثال ضرب شده ایستاده چند را می‌دهد؟ 2 درجهش 81 در کوب ما می‌توانیم هم بنویسیم ترکیب 1 کوب 1 و وقتی که 81 رو به 3 ضرب می‌کنیم چی می‌شود؟ 2 درجهش 243 ترکیب 1. نگاه کنید که مثال با راهی ساده حل شد. یعنی حاصل ضرب همه اینها به چی برابر است؟ 2 درجهش 243 2 در نشانه یعنی 243 ترکیب 1. همه این با استفاده فقط من یک فرموله ضرب مختصر که آن فرق کوب‌ها است حل شد. می‌گذاریم و مثال دیگر با ما باشید و ویدیو را تا آخر پیگیری کنید. حالا جای شرط آورش در پیش است. اینک گذاشتیم به مثال رقمی 2. همین ifade که شما دیده ایستاده عددی بوتون است آن رو یابید. برای این یکی از نمونه چنین عددها حل چنین مثالها رو من در درس گذشته به شما گفته بودم و به شما این چنین بیان کرده بودم که با طریق 3 متد 3 اصول این چنین مثالها رو حل کردن ممکن است.
طریق از همه آسانترین و زبان روسی متد تدبر میشه. طریق انتخاب کنی، فکراً انتخاب کردن یک رقم همه رو استفاده میبریم خلاص. اگر بینیم ما اون یعنی رادیکال یکم رو با چنین طریق نوشته میتوانیم. ریشه 3 طرح 8 رو ریشه 8 رو ما میتوانیم نویسیم ریشه 2 کوادرات ضرب 2. بچه ها خیلی که خاصیت ریشه ها میدونه ا ضرب ب در تحت یک ریشه برابر است با چی؟ ریشه ا ضرب ریشه ب و 2 کوادرات ضرب 2 این به 8 برابر است. 2 کوادرات 4 ضرب 2 با 8 ifade تبدیل تغییر نیافت. اینک اگر این خاصیت رو استفاده بریم چی می شود؟ ریشه 2 کوادرات ضرب ریشه از 2 و ریشه 2 کوادرات خیلی که صفحه گذشته در درس گذشته به شما بیان کرده بودم ا کوادرات برابر چی است؟ ا. از روی این خاصیت به 2 برابر است. 2 ریشه 2 می شود. پس ریشه 8 ما و 2 ریشه 2 برابر است. به جای آن من این قیمتش رو آوردم به مانم ifade ما چی می شود؟ 3 طرح 2 ریشه 2 باز ترک ریشه از 2 این آمدیم به متد تدبر، متد انتخاب کنی. نگاه کنید بچه ها همین 2 رو همچون دوچنده قبول کنم چی میشده باشه؟ بعد خواه نخواه یکی از آنها یکی از رقم ها ریشه 2 می شود و یکی از رقم ها 1 می شود. چون که به یک همه گونه عددها رو ضرب کنیم با خود 1 می شود. همین را تطبیق می کنیم. نگاه کنید من میتوانم ریشه 2 رو یکی از عددها گفته استفاده نویسم. ریشه 2 در کوادرات مینوسی 2 ضرب ریشه 2 ضرب باز 1 رو از خودمون علاوه میکنیم جمع 1 کوادرات. اگر نگاه کنیم ریشه 2 کوادرات 2 برابر و جمع 1 باز 3 میدهد. ifade تغییر نیافت و ترک ریشه 2 برابری. اگر نگاه کنید این کدام فرمولای ضرب مختصر را داد بچه ها من باوری دارم که همه شما اونها رو از یاد کرده. نگاه کنید ا کوادرات ترک 2 ا ب جمع ب کوادرات به چی برابر بود؟ این برابر بود با ا ترک ب در کوادرات. نام این فرمولا کوادراتی فرق بود. کوادرات رازنستی بود. همین فرمولا رو تطبیق میکنیم. تطبیق کنیم چی میشود؟ ما چی داریم؟ ریشه کوادراتی از ریشه 2 ترک 1 در کوادرات ترک ریشه از 2 خوش برابری موافق فرموله زیرین ifade تحت ریشگی از تحت ریشه آزاد می شود. آزاد که شد ریشه 2 ترک 1 ترک ریشه 2. نگاه کنید بچه ها ریشه 2 و ریشه 2 با هم اصلاح می شود یعنی بس صفر برابر می شود و باقی ماند مینوس 1. جواب چی بوده است؟ مینوس 1. یک مثالی دیگری خیلی شفاور شما رو انتظار است. حتما ما رو پیگیری کنید از اکران های خود دور نروید تا آخر ویدیو تماشا کنید. رفتیم به مثال سیوم. آمدیم به مثال سیوم. مثال خیلی جالب است بچه ها. بنابراین من شما رو گفتم که تا آخر ویدیو ما رو پیگیری کنید حتما. باز این نگاه کنید از رادیکال باید که همین چیز رو آزاد کنیم. حساب یعنی که حساب و کتاب رو به جا آورده از ریشه ها خلاص کنیم. چیکار کردن لازم است؟ اکنون نگاه کنید اینجا ریشه کوبی است، ریشه کوادراتی نه، ریشه کوبی. پس لوگیک منطق به ما میگه که تحت ریشه رو ما بچه آوردن ما دکار بعد کوب آوردن ما دکار. بچه ها متدی کلیست های نامعین بود کو درس گذشته من به شما فهموندم. آن رو تحقیق کردن خیلی قیم گرچه اینکه این کمپازیر است اما قیم و ریشه های درجه گوناگون و این چنین مثال ها هستند. ریشه های درجه بلند و بعضی از آنها رو
در رهزنی معرفت هست. ما همراهی شاگردان از مکتب‌های کمتک یا از دیگر مکتب‌ها حل نموده همونجا به گذاشتگی. یک بار دیگه از شما احترامانه خواهش مندم پلیلیستی صنف 11 و پلیلیستی صنف 10 را از رهزنی معرفت یافته اونها رو تماشا کنید. خب اینک آمده به مثال سیوم بچه‌ها چرا که گفتم متدی کوفیسینت‌های نامعین استفاده بودن دشوار هم وقتی رو میگیره. اگر نگاه کنیم برای که کوب برداریم من این عدد آزاد در بین عددهای 1 و 3 میخوابد، چون که 3 علاقه کوب برداریم 27 میشود و 1 کوب برداریم خودش 1 میشه. بنابراین یگانه عددی که ما باید که تطبیق کنیم این 2 است. عدد یکم 2 است. عدد دوم میتواند ریشه 2 باشد. در حقیقت هم آن را اگر تطبیق نماییم یک تا من این بگذار عدد یکم 2 و عدد دوم ما ریشه 2 باشد. وقتی آن را به کوب میبرداریم به چی برابر میشود؟ نگاه کنید. من امیدوارم که شما فرموله ها را درسی گذشته از بر کرده اید. کدام فرموله بود اینجا به استفاده میشده که کوب 20 سومه. فرموله چی بود است؟ کوب 20 سومه. فرموله به چی برابر بود؟ ا جمع ب در کوب برابری ا کوب جمع 3a کوادرات ب جمع 3a ب کوادرات جمع ب کوب. تمام. همین فرموله رو از بر کردنتون ضرور. اگر اینجا مینوس باشد چی؟ اگر مینوس باشد علامت ها چی گفته بودم من؟ تایی هم عوض شونده 42 شیشون نشته کن، یعنی پیلوس مینوس شدنش لازم و خلاص. اینک ما پیلوس اشار استفاده میبریم، یعنی دو کوب جمعی 3 ضرب 2 کوادرات ضرب ریشه 2 جمعی 3 ضرب 2 ضرب ریشه 2 در کوادرات جمعی ب کوب، یعنی ریشه 2 در کوب. اینک 2 کوب ما 8 میشه برد. باز من اینجا 2 کوادرات 4 به 3 ضرب شد 12 میشه. یک بار می‌نویسیم 8 جمع 12 خوش ریشه از 2 جمع دوامش ریشه 2 در کوادرات به 2 برابر است. چرا که در مثال زیرین از این یک پیش بود فهموندم که 2 ضرب 2 4 جمع 3 کردی 12 جمع ریشه 2 از کوب به چی برابر بود؟ 2 ریشه 2 برابر بود. برابری 8 و 12 عددهای آزاد به هم جمع میشوند 20 را میدهند. 12 ریشه 2 جمع 2 ریشه 2 چند را میدهند؟ 14 ریشه 2 را میدهند. پس معلوم شد که این افاده ما به چی برابر بوده است؟ به پس 2 جمع ریشه 2 در کوب برابر بوده است. عیناً همین طور مینوسش رو هم همین با خودی همین عددها میسنجیم. اگر سنجیم به چی برابر میشه؟ نگاه کنید بچه‌ها. بگذار 2 ترک ریشه 2 در کوب باشد. به چی برابر میشه؟ 2 کوب یعنی یک باره نویسم اکنون 8 ترکی اکنون پیلوس نه ترکی 12 ریشه 2 جمعی من اینجا با خوش 12 ترکی 2 ریشه 2 یا اینکه 20 ترکی 14 ریشه 2. باز من این افاده شد، یعنی 20 ترکی 14 ریشه 2 به این چیز برابر است. اکنون همین ها رو به جایش میگذارم، تطبیق میکنم و حاصل میکنم. خوش ریشه کوبی از 2 جمع ریشه 2 در کوب ترکی ریشه کوبی 2 ترکی ریشه 2 در کوب موافق
خاصیت ریشه بچه ها نگفته نماند که بچه ها در موضوع ریشه ما یک ویدیورولی خیلی بهترین داریم و فکرم این یکی از اولین ویدیوهای ما بود. شما میتوانید به رهزنی معرفت بروید و اون رو دریافت نموده یک بار دیگر برید. عموما بچه ها ریشه درجه n از اگون n نشانیدش n به خودی n چی می شود؟ برابر می شود. در اونجا شما برای چی چونین است رو با بعضی سوال ها در آنجا جواب رو یافته می توانید. حالا در این موضوع استفاده نمی‌کنید. فقط از شما خواهش که حتما اون ویدیو رو یابید. یا ما اگر وقت شود البته در زیر در شرح همین ویدیو سیلکه های آنها رو میگذاریم. یعنی اگر دوام دیگه مثال ما رو به چه برابر می شود؟ 2 جمع ریشه 2 جمع 2 طرح ریشه 2 و جمع ریشه 2 طرح ریشه 2 با هم اصلاح می شود. 2 جمع 2 برابر چند می شود؟ 4 می شود. همین جو بچه ها درسی امروزه ما که فقط از قسم پرکتیک عبارت بود به انجام رسید. من باوری دارم که درس به شما پسند آمد. جاهای نافهمو باشد حتما در شرح نویسید و همین ویدیو رو با دوستای خود روانه کنید، یعنی پنلیت کنید، با هم برید و به آن لایک بذارید و شرح نویسید حتما و عقیده های خود را نسبتی درس های ما نویسید تا اینکه ما فهمیم و ما یک فیدبک باشد که ما فهمیم که اون درجه همین ویدیوهای ما به شما پسند است یا اون فایده آورده استفاده است یا نه. بنابراین عقیده‌های خود را، فکرهای خود را در کامنت نویسید. ما یک ذره هم اگر به بالا بردن دانش جوانان سهم خود را گذاشته باشیم خدا ما رو خرسند حس میکنه و همین به ما بسنده است. با ما باشید تا درس‌های دیگر در پناه خدا.